میگه کور خود بینای مردم. من یک دونه ویدیو انتقادی سر دولت ایران پر کردم که چرا داره مهاجرین رو با این وضعیت بد داره اخراج میکنه. بیشتر از 1000 نفر به من کامنت دادن، چرت پرت گفتن دیدی حالا خوردی توی که سنگ ایران رو به سینه میزدی، دیدی اینا چه آدمای بدی ان، نجات پرستن. البه یک بار شما با خودتان فکر کردین که اصلا چرا ما به این وضعیت گرفتار شدیم؟ پاکستان تصمیم داره چند میلیون افغانی رو اخراج کنه، ایران تصمیم داره چند میلیون افغانی رو اخراج کنه. بابا تاجیکستان اعلام کرده در ماه پیشرو قرار 13000 تا افغانی رو اخراج کنه. در همین اروپا بیشترین اخراجی ها از افغانی های، در کانادا، در آمریکا، در استرالیا هم همین وضعیت هست. یک بار شما فکر کردین که بابا شاید اینا بقیه مردم کل دنیا بد نیستن، شاید بد ماییم، شاید بد عالم ماییم. حرف حق تلخه ولی بشنو، من حرف میلیون ها، حرف دل میلیون ها نفر میگم. باور کنین من 10 سال میشه در این اروپا، در آلمان هستم. یعنی من به این اعتراف میکنم، به این حقیقت تلخ اعتراف میکنم. بیشترین جرم و جرایمی که بین تمام مهاجرین در این آلمان اتفاق افتاده، افغانی ها در صدرن. چرا؟ شاید بعد ماییم که کسی ما رو دوست نداره. وقتی مایی که بین خودمان کنار نمیاییم، میزنیم تو سرکله هم، آی تو تاجیکی، تو پشتویی، تو هزاره‌ای، تو ازبکی، همدیگر یعنی بین خودمان نجات پرستی میکنیم. توقع دارین بقیه مردم دنیا ما رو دوست داشته باشه؟ بقیه هم ما رو به همین چشم میبینن دیگه. چرا؟ مهاجر افغانی بی ارزشترین مهاجر توی اروپا هست یا نیست؟ شمایی که در اروپا یا آمریکا یا کانادا زندگی میکنین، آیا من واقعیت رو میگم یا نه؟ درسته یه حقیقت خیلی تلخه، من خودم دارم به عنوان یک افغانی اعتراف رو میکنم. شاید یک تعداد ایرانی هم الان این ویدیو رو میبینن حرفای مرا اشتباه برداشت کنن، بیان پررو بشن که پس شما بعد عالمی. من خودم دارم یه اعتراف رو دارم میکنم. ما باید از خودمان شروع کنیم به اصلاح کردن. تا زمانی که ما از درون اتحاد نداشته باشیم، وضعیت ما بهتر نمیشه، که روز به روز بد و بدتر میشه. خائنینی که این تفرقه را از داخل شروع کردن به پخش کردن، تمام این مصیبت ها گردن شمایه. از بقیه گله نکنین ایران بده، پاکستان بده. بعد ماییم آقا، بعد عالم ماییم که به این وضعیت افتادیم.